امام ذهبی یک کتاب را نوشته کرده به نام میزان الاعتدال. در میزان الاعتدال ترجمه امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر شده و در اونجا بر امام ابو حنیفه رحمه الله یک مرد ضعیف گفته شده. با محصلین یا کسایی که اذهانشان خالیستن پیش میکنن که نه امام ذهبی خو یک کلان امام هستند، در کتاب خود امام ابو حنیفه رحمه الله را ضعیف شمرده. علمای معاصر تحقیق کردن، بالخصوص عبدالفتاح ابو غده رحمه الله، اصلا در میزان الاعتدال عبارتی وجود نداره. چرا امام ذهبی در مقدمه میزان الاعتدال میگن ما از علمای کلان تذکر و یاد نمی کنیم مانند امام ابو حنیفه رحمه الله و یاد از اونا را در یک کتاب مستقل میکنیم که کتاب نوشته کرده تذکرة الحفاظ.